اگر راشد 800 سال پیش متولد میشد، امروز نامش در کنار بزرگترین دانشمندان تاریخ نوشته میشد. لحظه‌ای تصور کنید، شاید او خوارزمی دیگری بود. شاید ابن هیثم دیگری. شاید ابوریحان بیرونی. یا شاید ابن سینایی که قرنها جهان از علمش بهره میبرد. اما راشد در افغانستان امروز متولد شد. امروز راشد فرزند پهلوان از ولسوالی بگرام با کسب 360 نمره کامل اول نمره عمومی کنکور افغانستان شد. تبریک. تبریک به خودش، به پدر و مادری که با 1000 امید او را بزرگ کردند، به استادانی که چراغ علم را در دلش روشن نگه داشتند. اما آیا این پایان داستان راشد است؟ یا فقط آغاز سؤالی بزرگتر؟ چند راشد دیگر همین حالا در گوشه و کنار افغانستان زندگی می کنند. چند ذهن درخشان پشت نیمکت‌های ساده نشستند. چند نابغه در خانه‌های زندگی می کنند که حتی کتابخانه ندارند. چند استعداد فقط منتظر یک فرصتند. فرصتی که شاید هرگز نرسد. روزی امت اسلامی خانه دانش بود. وقتی اروپا هنوز در تاریکی جهل سرگردان بود، در شهرهای مسلمانان چراغ دانش تا سپید دم روشن می ماند. خوارزمی زبان ریاضیات را به جهان آموخت. ابن هیثم راز نور را گشود. ابوریحان بیرونی زمین را با دقتی شگفت‌انگیز اندازه گرفت. ابن سینا کتاب‌هایی نوشت که صدها سال در دانشگاه‌های جهان تدریس می‌شد. آن بزرگان نابغه به دنیا نیامده بودند. جامعه‌ای آنان را ساخت که علم را عبادت می‌دانست و دانشمند را سرمایه امت. اما امروز درد امت اسلامی کمبود استعداد نیست. درد ما این است که بسیاری از استعدادها پیش از آنکه شکوفا شوند خاموش می شوند. برخی زیر بار فقر، برخی در میان جنگ، برخی در مهاجرت و برخی در سکوتی که هیچ کس صدایشان را نمی شنود. چه تلخ است وقتی جوانی با ذهنی که میتواند آینده یک ملت را تغییر دهد، تمام آرزویش فقط پیدا کردن یک شغل باشد. راشد فقط یک نفر نیست. راشد نماد هزاران جوان با استعداد این امت است. اگر از چنین جوانانی حمایت شود، اگر پژوهش ارزش پیدا کند، اگر علم محور پیشرفت قرار گیرد، اگر نخبگان مجبور به ترک سرزمینشان نشوند، آنگاه تاریخ دوباره تکرار خواهد شد و جهان بار دیگر نام دانشمندان مسلمان را با احترام بر زبان خواهد آورد. امروز راشد را فقط به خاطر رتبه اول بودن تشویق نکنیم. برای او دعا کنیم که چند سال بعد نامش را نه فقط در فهرست برترین های کانکور، بلکه در میان احیاگران شکوه علمی امت اسلامی ببینیم. شاید روزی برسد در کنار نام خوارزمی، ابن سینا و بیرونی نام راشد را نیز بخوانند و آن روز افتخار نخواهد بود که یک راشد به دنیا آمده است. افتخار این خواهد بود که امت اسلامی دوباره آموخته است چگونه راشدها را بسازد.